مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. امیرالمؤمنین نیمه شب پرده سیاه را دریده پیش می رفت. ناگاه آوازی نالش زن از یک خیمه‌ای که دیروز در آنجا نبود به گوشش رسید. امیرالمؤمنین به آنجا نزدیک آمده مردی را دید که دوزانو در پس خیمه نشسته است. از او پرسید که تو کیستی؟ مرد گفت مردی از اهل بادیه ام، به نزد امیرالمؤمنین عمر روان بودم تا به من عطای نماید. عمر رضی الله عنه گفت صدایی که از خیمه می آید صدای کیست؟ مرد گفت خدا تو را بیامرزد مشغول کار خود باش. عمر رضی الله عنه گفت مشغول کار خود هستم و شما بگویید که این آواز کیست؟ مرد گفت آوازی نالش زن است که تولد می کند. عمر رضی الله عنه گفت آیا در نزدش یگان کس هست؟ مرد گفت نه کسی نیست. عمر رضی الله عنه شتابان به خانه‌اش آمده به همسرش ام کلثوم گفت آیا کاری ثوابی را که خدا برای تو آماده نموده است به انجام میرسانی؟ همسرش پرسید آن چی کار است؟ عمر رضی الله عنه گفت زنی بیکس و بیچاره تولد میکند و در نزدش کسی نیست. ام کلثوم گفت اگر تو خواهی من آماده ام. عمر رضی الله عنه گفت همه چیزهایی برای زنی زاینده مهم را با خود بگیر و باز کمی روغن، آرد و گوشت بیار. بعد از این عمر رضی الله عنه مواد را برداشته به همسرش گفت که رفتیم. همسرش از دنبال او به راه درآمد و بعد چند به نزد خیمه پشمین رسیدند. عمر رضی الله عنه به همسرش گفت به نزد زن درآ. خودش به نزد آن مرد آمده نشست و زیر دیگ آتش درگیراند. با این مقصد هیزم زیر دیگ را پوف میکرد حتی دود آتش ریش مبارکش را خلال می نمود. به همین طرز خوراک را آماده کرد. در همین وقت زن تولد کرد و صدای گریه طفل به گوش رسید. ام کلثوم گفت ای امیرالمؤمنین همنشینت را به تولد پسر مژده بده. وقتی آن مرد کلمه امیرالمؤمنین را شنید از جایش یک قد پریده خیست. عمر رضی الله عنه گفت از جایت نجم. این را گفت و دیگ را برداشته به نزد خیمه رفت و همسرش را صدا کرده به او گفت که زن را خوراک ده. همسرش به زن طعام داده دیگ را برآورده در پس درآمدگاه خیمه گذاشت. عمر رضی الله عنه دیگ را آورده در نزد مرد گذاشت و با تکرار گفت بخور بخور تو تمام شب بیدار بودی. بعد از این عمر رضی الله عنه به همسرش امر کرد که بیا بازگردیم و به مرد مراجعت کرده گفت فردا به نزد ما بیا تا برایت چیزهای خواسته ات را برسانیم. مرد موافق وعده به نزد عمر بن خطاب رضی الله عنه رفت و از آنجا شاد و مسرور بازگشت. يوما إلى دار البقاء سنسمع هي دار